1 2 3 یه ایده جدید و کاربردی. نیاز هر خونه‌ای. مرسی که لایکش کردی. نگاه کن آخرش میفهمی که چی قراره بشه. امشب میخواستم برم کلبه، یهو یادم افتاد که یه چیزی که خیلی نیازمه اونجا ندارم. چند وقت پیش که رفته بودم پتی لطف کرد همه کفشای ما رو به هم ریخت، دم پای آرنیکارم پاره کرد. مجبور شدم برای اونجا یه چیزی درست کنم که دیگه کفشم رو پاره نکنه. دست به کار شدم و درستش کردم، ولی وقتی که رسیدم نصبش کنم هوا تاریک شده بود، ولی من به کار خودم ادامه دادم. اگه خوشت اومد سیوش کن، چون میدونم به دردت میخوره، خیلی راحت هم درست میشه. بفرست واسه دوستت که برای حیات کوچولوش درستش کنه. به نظرت چطور شد؟ دوستش داشتید؟ من یه دونه دیگه هم درست کردم برای کنارش.